سلام. 16مین نمایشگاه بین‌المللی طلا جواهر ایران در اصفهان در حال برگزاریه. غرفه سرای زرگرباشی هم مثل سال گذشته توی این نمایشگاه شرکت کرده و ما با امکانات و تجهیزاتی که تو غرفه سرای زرگرباشی آوردیم این پروژه رو بیشتر به این صنعت معرفی میکنیم. تشریف بیارید تا در خدمتتون باشیم. سرای زرگرباشی اگه بگیم تخصصی ترین، نه اینکه تنها پروژه تخصصی، ولی یکی از تخصصی ترین پروژه های طلا جواهر توی منطقه ایران میشه به اسمش آورد. سرای زرگرباشی یه مجموعه تجاریه که اگه تشریف بیارید بیشتر بهتون توضیح میدم. سرای زرگرباشی یه مجموعه تجاریه که توی زمین 3200 متری عذرخواهی میکنم در 7500 متر بنا تأسیس شده در 6 طبقه، 3 طبقه پارکینگ و 3 طبقه هم واحدهای تجاری سرای زرگرباشی. حالا پلن بازش این طرف هست. ما تو این سرای زرگرباشی 3 طبقه داریم، یه طبقه مبنا که طبقه پایین و یه طبقه همکف و یه طبقه اول. واحدهای تجاری سرای زرگرباشی تقریبا از 17 متر تا میشه بگی تا 30 متر. فقط یک واحد 50 متری داریم که در طبقه زیرزمینه که واحد فود کورن و واحد کافی شاپ مجموعه محسوب میشه. امکاناتی که سرای زرگرباشی داره که ما اونو به عنوان یک برند تخصصی معرفی میکنیم اینه که از نظر امنیتی سرای زرگرباشی یکی از امنیتی ترین پروژه های طلاست. چرا؟ چون نقشه و ساختار این مجموعه مثل یه گاو صندوقه. ما یه خروجی و ورودی پارکینگ داریم که گیت اولش با نگهبانی و گیت دومش با دوربینای پلاک خان و اختصاصاً برای خود واحدها به علاوه چند تا واحد پارکینگ برای مهمانان هم در نظر گرفتیم. این طرف ورودی اصلی رو داریم، یعنی یه ورودی پارکینگمونه و یه ورودی اصلیمون. تنها ورودی‌های این مجموعه این 2 تا ورودی میشن که این طرف هم با دوربین‌های چهره خان و دوربین‌های امنیتی کاملا مونیتورینگ میشه این بازار. توضیحات دیگه که میتونم بدم، این واحدهای تجاری به سیستم آب سرد و گرم، فاضلاب، آنتن مرکزی، وایرلس و پنل‌های خورشیدی هم ما در نظر گرفتیم برای این مجموعه که در صورت اینکه برق عمومیشو بخوان برق پاک بهش میگن اصطلاحاً، برق پاک بخوان استفاده کنن میتونن استفاده کنن. به علاوه یه ژنراتور که برای موقعیت‌های امنیتی میشه ازش اگه برق قطع بشه ازش استفاده کرد. یه بام سبزم که به عنوان تخصصی به عنوان اختصاصی ترین حالا میشه بگید چشم این واحد است که ما تو فضای بام مجموعه در نظر گرفتیم که البته فقط واحدهای تجاری میتونن از اون برای مهمانی یا پذیرایی‌هاشون استفاده کنن. ما تا روز جمعه که نمایشگاه دایره در خدمت شما هستیم. من یه توضیحات کلی به شما دادم ولی مشتاقانه منتظریم که تشریف بیارید و اگه از حالا جزئیات بیشتری در مورد پروژه بخواید ما اینجا در خدمت شما هستیم و میتونیم بهتون بدیم. ما در سالن بی و غرفه 213 منتظرتون هستیم که از نزدیک ببینیمتون. پاینده و پیروز باشید.